وظیفه ویلا اینقدر مهم میشه. الان من مهم ویلا الان قلبم گرفت. الان شما نگاه کنید دارم یه دونه ته داشتم، نه یه ته داشتم، اینا عمرم رشته دیگه نکردن. الان من قلبم گرفت. وظیفه ویلا اینقدر مهمه برای من. شما حالا شما زیاد به خودتون فشار نیارین، من خیلی مخلص شما، کارتون انجام بدید. سطل رو نریز یا آب رو بریز اینجوری. الو. بله جونم. بله. سلام. سلام. چطور خوبی؟ خوبی. پولا رسید؟ نه بابا واردات خودرو چیه توی هیر رو بیری ما رو گرفتی؟ نه گوش کن این چی میگم. یه سوله بزن میخوام برم تو کار تولید خودرواره. گوش کن بینم الان نون تو پرایده. بله. چیزی هم نمیخواد، یه 4 تا در یه بوق. آره سوله زدی خبرم کن. بله. ببین یه آگهی هم بده روزنامه. آره کار تعمیرات پسته سربسته به جور تو کارون میگیره شب عیدی. داری چی کار میکنی؟ بابا خیس کردی منو. نه با بچه ها اومدیم آنتالیا هستیم لب دریا. آره مایو پوشتم دارم میرم تو آب. آره داشتم خیس میشدم. آره خب گم شو بینم بیا رو خط یه میز پنده بای. بابا این چه وضعی آخه، این چه خفت و خاری بدبختمون کردن. آخه چرا نمیریم پس؟ بابا بریم دیگه. کجا بریم قربونت برم؟ من پاره تنم افتاده اونجا، عموم افتاده ولش کنم برم. ای بابا حالا یه روزم با این برای بچه ها اومدیم پیکنیک که حالی بکن. به جون این خاتون نباشه، به جون این آقا محسن، اینو جدی میگم. میخوای یه میز بندازم بیان بندازنش تو گونی ببرن جنگلای لویزون له و لوردش کنن، 4 لیتر بنزین یه فندک اتمی پودرش کنن تو بر تو هوا، بعدش هم پودرش عین کود بریزم پای باغچه. شما به عنوان بزرگتر من از این آقا بپرس واسه چی انقدر دنبال کار این انگشتری؟ اصلا به تو چه که یکی انگشتری یکی دیگر باشه بزنم چی لهت کنم دوره؟ بابا تو رو خدا ول کنین نصف شبیه پاچه بریم بخوابی. نه داداش نگرفتی. میخوام بفهمم اگه انگشتر هلیا خانم نبود، مثلا انگشتر آقا آلبرت بود، این آقا اینقدر جوش و جرا میزدی یا بزنم چی لهت کنم؟ نظر الیاش میگه. آره دیگه. بابا راست میگه دیگه. تو چی میخوای آقا افتاده رو مال این خانومه؟ ها من تو خودت کار مادر نداری؟ صبر کنید آخجون دعوای زن و شوهری. ببخشید من از نیمه رسیدم جمشید. چی شده بود؟ این به اون چی گفت؟ اون به این چی گفت؟ قضیه چیه؟ هیچی اصلا اولشه. ببین آبجی به شوهرش میگه تو برای چی افتادی دنبال این خانوم، برای انگشترش نمیدن داری خودشیرینی میکنی، اجر بقیه رو داری ضایع میکنی. اینم هیچ افتاده سمون بکی گوشه هیچ نمیگه. بعد خود تو سویده بلنگ. خب آقای هولاکو شما باید یه چیزی بگی که دعوای زن و شوهری پیش بره دیگه. نمیشه ساکت باشی که. یه چیزی بگو ما کمکت میکنیم. بگو ماشاءالله اجازه نمیدن که من صحبت کنم که بگو. میگم خدمتتون من اصلا برام مهم نبود که انگشتر کیه، که من میخواستم که اگر انگشتری یعنی تو جیبی یکی از مشکات پیدا میشد، یکی از وراس، خب سهم ارث موها بیشتر میشد دیگه. من به خدا اصلا برام مهم نبود که انگشتر مال کیه. الانش هم مهم نیست. وای حالا تو چقدر باهوشی. واقعا؟ آره داداش، میبینی من چه شوهر باهوشی کردم این دفعه؟ میبینی؟ الان دعوایتون تموم شد؟ آره. چه لوس داداشش. میبینی چه شوهر باهوشی کرده این دفعه؟ سیس جمشید اینا که هوش نیست اصلا. هوش موقعیه که دست کنه تو جیب مشکات انگشتر رو در بیاره. این پیرمرده کل طلبش 20 میلیون تومنه. من بچلونش بندازمش رو بند چکو میگیرم پاره میکنم. آقایی که شما 10 بر 1 میکنه نفری 2 رقمینی. تو مردی؟ نه آره اگه مردی دست کات بجی برطلا چک در بیار. داداش حالای من انقدر باهوشه که حتما این کارو میکنه. عزیزم من سارق رو پیدا میکنم، سارق که نمیسازم که. من که گفتم نتیجه تحقیقاتم رو. پروفسور بغلانی انگشتر رو برداشته، شما اصلا گوش نمیکنید به حرفای من.
خب هی خانم تبریک میگه. انشالله که با هم پیر شین به جون عارف ماشین هممون خوشحال شد. ماشاءالله چقدر به هم میان. یعنی اصلا انگار این دوتا زوجو برای هم دیگه ساختن. متین موقر درجه 1. خیلی ممنون، نظر لطفت. جا داره ضمن تبریک به 2 نوگل شکفته عرض کنم که من به دلیل تخصصم روی هر دوی شما مطالعه کردم و شما 2 تا تیپ فوق العاده هستین برای ازدواج با هم. به شما هم تبریک میگم پدر جان. خواهش میکنم. امیدوارم قسمت پسر شما هم بشود دیگه. بله. شادومات کجان خاتون آبادی؟ من حال دنبال کار عروسیه دیگه. عروسی گرفتاری داره، اصلا عجیب غریب گرفتاری داره. بله خیلی هم خرج داره. بله. یادش ننداز الان خفه شو. بگو دیگه. ببخشید مراسم حالا کی هست؟ بستگی داره، باید یه سری مسائلی روشن بشه تکلیفش. بله الهی بگردم آقا عارف هم حتما دستشون تنگه. یادش ننداز الان خفه شو. مخارج عروسی حتما نداره. نه البته میگن که پول عروسی رو خدا خودش میرسونه، شما نگران نباش آقا موسی. بله. آدم باید نگران باشه دیگه. چرا نباید نگران باشه؟ این همه مخارج عروسی به این گرونی. خواهد من دیگه بعد خودش تو خونه پدرش. خب عارف حق داره خیلی نگران باشه دیگه. حتما براش یه مشکلی پیش اومده اینقدر نگرانه و پولش جور نشده که نمیتونه تاریخ عروسی رو مشخص کنه. بله. و حال هر چیز گفتنی بود. محسنی که گفتی که زحمت ما رو هم کم کردم. بله پول ما رو بدین ما بریم. من اونجوری نباید بدید. پول منو بدید من بدم. اینجوری بگو. بله هش آقا جونم. بله. نمیمیری؟ میمردی یه دودی تو دنگم صاب بردی میذاشت. من خب کلی عرض کردم. خیلی خوب الان ببند دیگه. آقا عارف گیر کرد. خیلی خوب ادامه نده، اجازه بده. ببینید آقای خاتون آبادی یه لحظه توجه کنید. ببینید همونجور که میدونید من اینجا اصلا کاری نیستم که نه اون چک به من مربوط میشه و من نه چیزی به من میرسه. اصلا من مشکات نیستم که. اجازه بده. اگر مشکات نیست بس بی خود زرت پرت نکن. بله. نه ها چون من آگاهم به وضعیت مالی خانواده همسرم میدونم که هیچ کدوم از این دوستان توانایی پرداخت چک شما رو ندارن. به پاشنه کفشم که ندارن. اگر ندارن پس چرا چه کشیدن؟ بله نه اجازه بدین من موضوع رو حل کنم. هلیا خانم ببخشید شما که تا سر شب سمت ما بودین که این ولی بودین که ببینید اگه این چک پاس شدنی بود درسته اینا که الان اینجا نبودن که خب رفته بودن. من این حرفا حالیم نیست. پدر شوهر من میخواد یه عروسی واسه پسرش برگزار کنه. یه دونه پسرش. اگه به هر دلیلی عروسی من و عارف جانم برگزار نشه این ویلا رو به آتیش میکشم. بله اگر پولش رو ندید به آتش میکشد. اینجوری. بله نه اجازه بدیم من هلیه خانم یه سوالی برام مطرحه. شما مگه این پولو برای مخارج عروسی نمیخواین؟ مگه برای مخارج عروسی نمیخواد؟ عروسی رو ما برگزار میکنیم. بله ما برگزار میکنیم. ما برگزار میکنیم. خونه که هست فامیلم که همه جمعه. بابا جون یه عقل میگیرم جمعش میکنیم بره. تموم شد. بله خیلی هم همچین شلوغش نمیکنه. الان نمیخواد. اصلا درست هم نیست با این وضعیتی که الان آقای مشکات بزرگ توش هستن. این دنبال دنبور راه نندازیم دیگه. یه مراسم صمیمی کوچوک دور همی تموم بشه بره. خب اگه مراسم شما برگزار میکنین من فعلا چکتون رو بانک نمیبرم. بریم آقا جون. راستی مراسم ما فردا شبه به خانوماتون بگیم. بله فقط هر چیز عروس خانم میگه همون باشه ها. پرشور برگزار کن عروسی رو. با اجازتون. بابا به خیر گذشت به جون عروسی. حالا گفت عروسی کیه؟ مخلصتم چطوری ردیف یا نه گوش کن اصلم اگه شناسنامه رو بدی مثل بچه آدم نرخ هفته آینده $1 بهت میدم بری دلار بخری حالشو ببری سویچ مازراتی هم بهت میدم 1 ساعت بری با 2 تا ایربگاش بازی بکنی برای خودت. اگه ندم چی؟ ندی مثل زورو کاری میکنم که با آدمای بد کرد. مثل چی؟ یه زد میندازم پشت بری حالشو ببری. خدای من نمیفهمم آخه 8.5 میلیارد نفر جمعیت جهانه بعد عدل این یارو باید پسردایی هلیا باشه. جمعیت جهان 8.5 میلیارد نفره؟
8.5 میلیارد جمعیت جهانه؟ ولش کن اصلا بگذاریم اصلا ولش کن. جناب پروفسور، بله جناب پروفسور، دستم به دامنتون کمکم کنید. جانم چی شده؟ من برای اولین و آخرین بار در زندگیم یه چیزی ازتون میخوام، باید انجامش بدین، چون اگه انجامش ندین اون وقت مجبور میشم مرتکب قتل فامیلی بشم. من معذرت میخوام، الان این آقایی که الان تو سالونه رو میخواین بکشین؟ نه جناب پروفسور، ببینین دایی جونم شناسنامه‌مو داده دست این پسر دایی من. اینم خیلی آدم ایرادگیر و بدعنقی، یه جوری شناسنامه‌مو از دستش در بیارین. خب حالا اگه از قبل میگفتی شناسنامه رو یه کاریش میشد کرد. چیزه بله میفرمودین. 8.5 میلیارد نفر جمعیت جهان. بفرمایین شما. میدونین همون جوری که تا الان بزرگتری کردین بازم بزرگتری بکنین، یه لطفی به من بکنین جلوی این هی از عارف تعریف بکنین، بگین چقدر پول داره، چقدر متشخصه، بیکار نیست، الاف نیست، خیلی خوبه، که این یه جوری گورشو گم کنه بره. خب خانم معذرت میخوام، من که نمیتونم یه دفعه برم جلوی یارو فرت بگم عارف بیکار نیست، پول داره، نمیدونم چی. من باید کم کم اینو آمادش کنم برای این کار که بفهمه. چقدر حرف میزنه، یه چیزی ازت خواستم دیگه. بله من دقیقاً همین کارو میکنم که فرمودین. من الان برم از عارف تعریف کنم، همینا رو بگم، شناسنامه رو میده به شما و خلاص حل میشه. آقا ارسلان چیزه. خب اجازه بدید من یه لحظه فکر کنم ببینم چی کار باید بکنم. الان نمیدونم شما بذارم اونجا، بعد ببریمش که نمیشه، بعد منتها از این ور بعد پیون اصلا که برنش بریم چه فکر کنم نمیدونم این قابل حله، ولی فکر میکنم بشه. ببین من الان عرض میکنم شما ببرینش برای مراسم بخور میدن، من اونجا یه فکری براش میکنم، حلش میکنم قضیه رو. آقا ارسلان آخه بفرمایید. چجوری 8.5 میلیارد نفره جمعیت جهان؟ بارا! معلومه عزیز من، معلومه اینا فهمیدن این جناب مشکات داره و تو میسابه به علک یکی دو ماه دیگه بارو میبنده بره. ما هم که مثل شیر وایسادیم بالای سره. گفتن یه فیلم پیاده بکنن که پول این بدبخت بیچاره محسن رو بخورن. بابا جون آخه به این زبون بسته چی کار داری؟ مگه این چه هیزم تری بهتون فروخته محسن که میخوای حقشو؟ بابا حقشه، پولشه. آخه آقا به من زبون بسته شما چی کار دارید؟ من با کسی من کاری دارم؟ نه آقا کار خودمه، من باید تحقیقاتم شروع کنم، باید نبض همه رو بگیرم تو چشمای همه نگاه کنم، نفسا رو بشه، همین یه کارو بکنم همه چی مشخص میشه. کار خودم. آقایو خواهش میکنم، من حال و روز شما رو درک میکنم، شما فقط یه چند روز به من فرصت بدید. آقای آلبرت دیگه چه فرصتی قربونت برم، تمام عزیزان آقای مشکات اینجا روزهاست معطلن دیگه، فرصت از این بیشتر؟ قربونت برم یه عمر داری تو این ویلا میخوری و میخوابی و میسابی به علک، از هیچی هم خبر نداری، فقط قد دراز کردی. واقعا شما واقعا چطور خودتون رو امین و رازدار آقای مشکات میدونستین؟ بابا خجالت نمیکشی آخه؟ خجالت نمیکشی؟ یه ماه زن بچه همه اینجا اسیر کردی؟ تو که میدونستی وصیت نامه از برای چی باز نکردی؟ پول ما رو ببر، حالا ما هیچ پولی بدبخت چرا ندادی؟ واقعا از شما بعید بود آقای آلبرت. من که عرض کردم بیشتر از شما در عجبم. یه چیزی بیاد بله چطور آقا آلبرت؟ شما ساعت بیداری و خاموشی و عمو مشکات رو بلدید؟ چطور تایم ماساژ و کوفت و زهر ما رو بلدید؟ چطور دوست داشتن عمو مشکات رو که چی بخوره، کی بخوره، چجوری بخوره، چی بپوشه، اینا رو همه رو بلدید؟ اون وقت وصیت‌نامه به این مهمی و اصلا خبر نداشتید؟ واقعا عجیبه، خجالت بکشید. من هرگز تحقیر نمیشم. من همین یه سوالو داشتم. محسن جان راه افتادی یا؟ من اینا رو از هما خانم یاد گرفتم با یه کف